بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر محمد شریف پوری هستم، استاد دپارتمنت انستزی. امید که همتان از صحت کامل برخوردار باشید. به ادامه بخش اول تهویه مکانیکی با ونتیلاتور شروع میکنیم بخش دوم تهویه مکانیکی با ونتیلاتور رو. در جریان لکچر امروزی ما در مورد استطبابات تهویه مصنوعی و به همین شکل در مورد مودهای مکانیکال ونتیلیشن و مراقبت مریضان هنگام تهویه مصنوعی صحبت خواهیم نمود. استطبابات تهویه مصنوعی. استطبابات تهویه مصنوعی را در 4 بخش تقسیم نمودیم. در سیستم تنفسی یا در مریضانی که عدم کفایت تنفسی دارد، در سیستم قلبی یا در مریضانی که در شاک باشد، در سیستم عصبی و یا مریضانی که دیسفانکشن عصبی داشته باشد و به این شکل در مریضانی که عملیات می شود در سدیشن باشد و به تهویه مصنوعی ضرورت داشته باشد. در سیستم تنفسی مثلا مریضانی که در اسپیراتوری فیلر باشد، اپنی داشته باشد و یا هم ونتیلیشن ناکافی داشته باشد و یا اکسیژنیشن ناکافی داشته باشد. در سیستم قلبی مریضانی که در شاک باشد و جهت تنقیص مصرف اکسیژن تهویه مکانیکی استفاده می شود. در سیستم عصبی مریضانی که سنترال اپنی داشته باشد و یا هم در کوما باشد، یعنی جی سی اس شان پایین تر از 8 شد، جی سی اس یا گلاسکو کوما اسکیلشان پایین تر از 8 باشد و یا مریضانی که طرق هوایی خود را محافظه نتواند تهویه مصنوعی می شود. چهارم، در صفحه بعد از عملیات مریضانی که عملیات می شود و به تهویه مصنوعی ضرورت داشته باشد تهویه مکانیکی می شود. مراحل سیکل تهویوی. در اینجا هم باز 3 ترمینولوژی دارم که یکیش ترایگر است، دیگهش لیمیت است و دیگهش سایکل است. ترایگر چی است؟ عکسی که سبب شروع تنفس می شود به نام ترایگر و یا تنبیه یاد می شود. این مانند استنور در قلب می باشد و عکسی که سبب پر شدن ریه ها را محدود می کند به نام لیمیت یاد می شود، یا عکسی که پر شدن ریه ها را محدود می کند به نام لیمیت یاد می شود. و تنفسی که تبدیل می شود به نام سایکل یاد می شود. که ترایگر، لیمیت، سایکل یک سیکل تهویوی را تشکیل می دهند که قسمت ترایگر یا شروع تنفس است و از ترایگر الا سایکل که است لیمیت می باشد. مثلا تایدال والیوم که 500 سی سی است از ترایگر الا سایکل را در بر می گیرد و اکسپایریشن چون یک مرحله پسیو است. قسمی که قبلا یادآوری نمیدیم که یک مرحله پسیو است، مدت زمان بیشتر یعنی تقریبا 2 چند انسپایریشن را در بر می گیرد. مود آف ونتیلیشن یا طرز ونتیلاتور از نظر بریتینگ تایم. به صورت عموم مودهای ونتیلاتور را از نظر بریتینگ تایم به 4 دسته تقسیم نموده. اول، کنترل مود و یا منداتوری مود. در منداتوری و یا کنترل مود
ترایگر، سایکل و لیمیت در کنترل ماشین می باشه. در این مود به تنفس به نفسی اجازه نیست، یعنی تمام تنفس های مریضه که است ماشین کنترل میکنه. از این مود در انستزی عمومی استفاده می شود، یعنی در ماشین انستزی یگانه مودی که موجود است کنترل مود است. دوم اسیست مود. در اسیست مود ترایگر در دست مریض است و ونتیلیتور کمک می کند. سایکل و لیمیت در دست ماشین می باشد، یعنی همان قدری که تایدل والیوم از طریق ماشین ست شده به مو اندازه تایدل والیوم به مریض می رسد. مود سوم سپورت مود است که سپورت مود را مود حمایوی میگه و اسیست مود کمکی میگه. در سپورت مود ترایگر و سایکل در دست مریض است، تنها لیمیت در دست ماشین می باشه. مود چهارم ماشین ونتیلیتور سپانتینیوس مود است که همه چیزا در دست مریض است، مثلا ترایگر، سایکل و لیمیت در دست مریض می باشد. این مود یک مود امتحانی است، یعنی مود وینینگ است. چک می کند که آیا مریض توانایی از زیر دارد که خودش تنفسی به نفسی نماید و یا خیر. در مورد پارامترهای مودها مانند SIMV، CPAP و BiPAP در کارهای عملی انشالله کار خواهیم نمود. قابل ذکر است زمانی که مریض در حالت وخیم باشه، یعنی در ICU، بعد از روشن شدن ماشین یا مریض را به پرشر مندازیم یا مریض را به والیوم مندازیم. یعنی در پرشر که است پرشر کنترل است و در خود والیوم که است تایدل والیوم هم در نظر میگیریم که در صورتی که در والیوم باشه این مود به نام والیوم کنترل میگه و در صورتی که در پرشر باشه به نام پرشر کنترل. SIMV معمولا در مرحله بعدی استفاده می شوند. مودهای پیشرفته مانند پرشر ریگولیتد والیوم کنترل، والیوم سپورت، ایروی پرشر ریلیز ونتیلیشن و های فریکونسی ونتیلیشن به مراقبت بیشتر ضرورت دارد، اما مزایای خود را دارد. دسینکرونایزی مریض در مقابل ونتیلیتور. تقابل یا عدم همکاری بین مریض و ونتیلیتور را دسینکرونایزی میگوید که در این حالت مریض ETT و یا جسم اجنبی را تحمل کرده نمیتواند. عوامل آن عبارتند از هایپوونتیلیشن، هایپوکسیمیا، بیجا شدن تیوب و یا قاطع شدن تیوب، نیموتوراکس، اسپایریشن و سدیشن ناکافی می باشد. هنگامی که سچوریشن اکسیژن مریض پایین می آید و دسینکرونیزی در مریض به میان می آید، دوپی باید مد نظر باشد که دوپی مخفف دیسپلیسمنت، ابستراکشن، نیموتوراکس و اکویپمنت فیلر می باشد. یعنی زمانی که سوی اکسیژنیشن مریض پایین می آید یا سچوریشن مریض پایین می آید، ممکن که تیوب مریض بیجا شده باشد و یا بند شده باشد و یا در مریض نیموتوراکس تأسیس نموده باشد و یا هم یکی
اجزای ماشین فیل شده باشد و یا کمبود اکسیژن باشد که هرچی عاجل به عوامل مذکور رسیدگی شود. در جریان تهویه مکانیکی زمانی که دیسینکرونایزی و یا فایتینگ در مریضان دیده می شود، جهت جلوگیری از خستگی مریضان سدیت می شود. که جهت سدیشن به مریضان میدازولام، مورفین و فنتانیل استفاده می شود. در پهلوی آن یکی از ادویجات یا ادویه رخاوت دهنده عضلی مانند ویکورینیوم به مریضان استفاده شود. به خاطر باید داشت که ادویه رخاوت دهنده عضلی به تنهایی برای مریضان بدون سدیشن باید تجویز نشود. بعضی نکات دیگری که باید هنگام تهویه مکانیکی مد نظر گرفته شود. اول، جهت اینتیوبیشن آرام از ادویه سدیشن و ادویه مثل ریلکسان در مریضان استفاده شود. دوم، از ETT و یا اندوتراخیال تیوب کفدار و PVC استفاده گردد. کتامین و میدازولام دواهای مناسب برای آغاز یعنی اندکشن و منتینانس تهویه مکانیکی می باشد. چهارم، خطراتی که از سبب هایپر انفلیشن در جریان تهویه مکانیکی واقع می گردد عبارتند از باروتراما و دهنه پایین قلبی می باشد یا لو کاردیاک اوتپوت می باشد. مانیتورینگ مریضان در جریان تهویه مکانیکی. معاینات فیزیکی در ICU و مرحله ریکاوری به صورت متواتر و دوامدار صورت گیرد. ترجیح داده می شود که یک نرس برای یک مریض باشد. در هند چون اقتصادشان نسبت به ممالک پیشرفته تر ضعیفتر می باشد، یک نرس برای 2 مریض می باشد. به هر صورت هارت ریت، شواهد ریسپیراتوری دیپریشن به مشکل ایر انتری یا جریان تهویه و دیسینکرونیزی باید تحت نظر دکتر و یا نرس قرار داشته باشد و یا پرسنل ICU به صورت متواتر قرار داشته باشد. پارامترهای قلبی وایی شامل رنگ جل، حرکات قلبی، فشار خون شریانی، دهنه ادرار تحت نظر پرسنل ICU قرار داشته باشد. مونیتورینگ اکسیژنیشن و ونتیلیشن. مونیتورینگ در قدم اول به اساس اعراض و علائم صورت میگیرد. پلس اکسیمتری از جمله وسایل ساده نن اینواسیو جهت مونیتورینگ اشباع اکسیژن خون شریانی می باشد و EBG از جمله معیارات طلایی جهت مونیتورینگ تبادله گازات می باشد. در اطفال و نوزادانی که تهویه مکانیکی صورت می گیرد، تارگت SaO2 آن 92 الا 95% اکسپتیبل و یا قابل قبول می باشد. یعنی سچوریشن اکسیژن خون شریانشان
بین 92 الا 95% باشد و در صورتی که امراض سیانوتیک قلبی داشته باشد SaO2 آن اگر بین 70 الی 75% هم باشد قابل قبول است، به شرطی که اکسیژنیشن انساج خوب باشد. فیزیوتراپی در مریضانی که تهویه مکانیکی می شوند. چون این مریضان محکوم به بسترند، ضرورت به فیزیوتراپی جهت جلوگیری از نمونیا و تنقیص مدت بستر شدنشان به شفاخانه می باشد که هر 8 ساعت بعد این مریضان جهت جلوگیری از نمونیا، تحریک افرازات و تنقیص مدت بستر شدن به شفاخانه صورت. فیزیوتراپی این مریضان متشکل است از تغییر وضعیت که هر 2 ساعت بعد صورت گیرد، قرح و یا پرکشن، وایبریشن و منول هایپر انفلیشن می باشند. در منول هایپر انفلیشن مریض را از ونتیلیشن می کشیم و توسط انبوبک یک یا چند تنفس می دهیم. در صورتی که افرازات غلیظ باشد، در حدود کمتر از 5 cc از نرمال سلین را در ETT انداخته و توسط انبوبک مریض را تهویه می نماییم. بعد از تهویه نمودن مریض را سکشن می کنیم که این روش را منوال هایپر انفلیشن گوییم. رادیوگرافی صدر مریضان. چست رادیوگرافی از جمله معاینات معمول در ICU برای تشخیص اختلاطات در جریان ونتیلیشن می باشد. رادیوگرافی صدر جهت مسدود شدن تیوب، به ایجاد شدن تیوب، نیموتورک و سنترال لاین هر روز و یا یک روز بعد اجرا می شود. سکشن نمودن ترخیال تیوب. سکشن ETT و یا ترخیال تیوب را می توان به طریق اوپن و کلوز انجام داد. در هنگام سکشن نمودن متوجه باشیم که سبب صدمه به مخاط نشویم. سکشن اوپن یا اوپن سکشن سبب هایپوکسیمیا و انفکشن می شود. مراقبت چشم ها. در جریان تهویه مکانیکی یا GCS مریض پایین است و یا سیدیت می باشد. بسته نمودن پسیو چشم ها و استفاده از مرهم های لوبریکانت و آرتفیشیل تیر از اختلاطات مانند کراتایتس، قرحه کرنیا و انتان جلوگیری می کنند. خب به صورت خلاص پروتکل مراقبت مریضان در مرحله ریکاوری و یا ICU و یا پروتکل مراقبت سیستم تنفسی مریضان در ICU. اول، هر 2 ساعت بعد به مریض وضعیت داده شود. دوم، هر 4 ساعت بعد مریض سکشن شود. سوم، هر 8 ساعت بعد به مریض فیزیوتراپی صورت گیرد. و بریتینگ سرکت در صورتی که افرازات داشته باشد تبدیل شود. یعنی به عین مریض دیگه را خود که ما در خود ونتیلاتور مندازیم باید بریتینگ سرکتش تبدیل شود. به عین مریض در صورتی که افرازات داشته باشد باید تبدیل شود. به خاطری که زمینه را به سپسیس مساعد می سازد.
وینینگ در ونتیلاتور. زمانی که مریض را به طرف تنفس بنفسی میبریم وینینگ گفته می شود. یعنی زمانی که مریض را از ونتیلاتور میکشیم این مرحله وینینگ است که از کنترل مود به SIMV و از SIMV به اسپانتینیوس مود که است مریض میبریم. زمانی که SpO2 بالاتر از 93 الی 94% باشد مریض وینینگ می شود. EBG 1 ساعت بعد از انتوبیشن بعد روز 2 مرتبه یعنی هر 12 ساعت بعد صورت گیرد و به می شکل بعد از 20 دقیقه از اکستوبیشن هم EBG در مریضان صورت گیرد. به می شکل معاینات سریری برای ریت تنفس، آوازهای صدری، قرع جهت تهویه، البته دو طرفه صدر قرع صورت گیرد. رادیوگرافی صدر هر روز و یا یک روز در میان در صورت ضرورت اجرا شود. جهت آغاز وینینگ مریضان باید از مطمئن شدن از پارامترهای ذیل وین شود. وینینگ را طوری که قبلا هم یادآوری نمودم زمانی که ما مریض را به طرف تنفس بنفسی میبریم وینینگ گفته می شود. خب بعد از مطمئن شدن از کدام پارامترها مریض باید وینینگ شود؟ اول بهبودی حالت عمومی مریض، مثلا مریض تبش از بین رفته باشد و یا حالت عمومی مریض خوب شده باشد. دوم ضرورت FiO2 کاهش یافته باشد. سوم آوازهای صدری مریض قابل سمع باشد. چهارم افرازات در اندوتراخیال تیوب کاهش یافته باشد. پنجم دریناژ چیست تیوب کاهش یافته باشد. ششم حالت عمومی مریض ضایعات مایعات و الکترولیت ها خوبتر شده باشد. هفتم حالت همودینامیک مریض خوبتر شده باشد. هشتم حالت شعوری مریض خوب شده باشد. زمانی که مریض را به اسپانتینیوس مود بردیم مریض را اکستوبیشن میکنیم. اکستوبیشن بعد از کریتریاهای ذیل صورت گیرد. اول رفلکس های طرق هوایی برگشت نموده باشد و افرازات اندک در مریضان موجود باشد. دوم آوازهای صدری و یا تنفسی مریض قابل سمع باشد. سوم ضرورت حد اصغری برای اکسیژن باشد، یعنی تقاضا برای FiO2 کمتر از 30% باشد، یعنی 0.3 باشد. چهارم ضرورت حد اصغری یا کمتر برای پرشر سپورت باشد. پنجم مریض بیدار باشد. مراقبت بعد از اکستوبیشن. بعد از اکستوبیشن مراقبت های جدی ذیل صورت گیرد. اول از CPAP یا Continuous Positive Airway Pressure جهت ثبات بیشتر طرق هوایی، وظایف ریوی و کاهش اپنه صورت گیرد. یعنی بعد از اکستوبیشن در مریضان CPAP استفاده شود. دوم از نزل کانولا و اکسیژن هود در صورت ضرورت اکسیژن استفاده شود. سوم جهت جلوگیری از سپازم و اختلاطات کف ETT
برای مریض تورید 0.5 میلی گرم 6 الی 12 ساعت قبل از اکستیبیشن و هر 6 ساعت بعد تا که به 6 دوز برسد و به این شکل اپینفرین 0.5 میلی لیتر از طریق نبولایزر استفاده شود. اختلاطات تهویه مکانیکی. اختلاطات تهویه مکانیکی را به صورت خلاص یادآوری می نماییم که به 5 گروه تقسیم نمودیم. اول، مرتبط به فشار طرق هوایی و حجم ریه ها. اول، باروتروما و والیوم تروما می باشد. دوم، کاهش دهنی قلبی و پرفیوژن ناقص می باشد. سوم، ارگان دیسفانکشن می باشد. بالخصوص در سیستم عصب مرکزی، در کبد و کلیه می باشد. چهارم، تخریب پرانشم ریه می باشد. و پنجم، افزایش در اکستراوازیشن ریه ها می باشد. اختلاطات مرتبط به ETT. اول، اوزایمای مخاط ترخیا، قرحه و تخریب ترخیا می باشد. دوم، ادیمای حنجره و سبگلوتیک ستینوزیس که باعث نسج گرانولوشن و مسدود شدن طرق هوایی می گردد. سوم، اختلاطات نوزوکومیال. اختلاطات نوزوکومیال بالخصوص سپسیس و ونتیلیتور اسوسییتد نمونیا می باشد. چهارم، مشکلات تکنیکی در ونتیلیتور، مثلا خراب شدن سیستم الارم، به این شکل کمپرسور یا تبخیر ناکافی در ماشین می باشد. که باعث سنترال هایپوترمیا می گردد. در سیستم های دیگر اختلاطات در سیستم های دیگر از او جمله مثلا کاهش جریان کبدی و کاهش دریناژ اوعیه مغزی می باشد. این بود لکچر امروزی ما که خدمت شما ارائه گردید. برای معلومات افقیتان شما می توانید به رفرنس ها مراجعه نمایید. در صورت داشتن کدام سوال برایم پیام بگذارید. تشکر از توجهتان.